بس است دیگر زود باوری، بس است دیگر خون جیگری. بکشال بیا بار دیگه بخونم. چی به خوش رو خوندن نتونی زیستم؟ هیچ دری تا یاد نگیریم بس نمیگم. بس است دیگر. برای مخلصا گفتنیم که چی به همه گپ میزنم آوازم بیزی بای سرود میخوانم ممکن آواز من بیزی باشه، ممکن ستاره هم گرمه یا خیر. بوی بود میشه میگه یک تا برای شه بخون، یک تا برای پدری شه بخون، یک تا برای مادر شه بخون. خیلی کجله آویزی میکنم. خیلی تو حضور خود مثلا ادکار حس نمیکنم، هوسکار حس میکنم. چرا یگان سرودهای شما تا کنون خیت نیست؟ من به غرض تن فروشی تمام کار دنیا را کردم. نر در حیوان هم هست این نر. این داروهایی که در نوار میبینید برای بیماری‌های مردانه و زنانه خیلی هم مفید است. خنکی دارید و از بیماری پروستات اذیت میکشید، با شما توصیه میدیم که از چنین داروهای شفابخش حتما استفاده برید. همچنین برای بقوت کردن مردانگی مهلت همخوابگی را زیاد کردن خیلی هم برای کس مفید است. نفرانی که از بی‌فرزندی یعنی بی‌ضروریاتی اذیت میکشند و یا در جای خوب پیشوبشان را داشته نمیتوانند، این نمودی داروها را استفاده نموده از این بیماری رها یابند. کوچالا این نمودی دارو برای روماتیسم، توبرکولوز، برانخیت و بوغم درد خیلی هم دوا بخش است. عربسکی ارکس باشد برای بی‌ضروریاتی را برطرف نمودن فایده بخش است. اگر میخواهید بردم و بقوت و نیرومند باشید، پس از داروهای شرکتی صاف سودا استفاده نمایید. سلام خانم گلدانه. شام زیبایتان بخیر باشد. سلامت باشید. سلام тамошобинони азиз, барномаи навбати розироҳро аз канали Рустам Про ин лаҳза тақдими шумо мегардонем. имрӯз суҳбате дорем бо Гулдона Алиёрзода. бори дигар хушомадед. سلامت باشین. хуб, дар оғоз баҳри тамоми мухлисонатон чӣ гуфтанӣ ҳастед? برای مخلصان عزیزم گفتنیم که در کجای باشن نباشن، از وطن بیرون، از در داخلی وطن هستن، خداوند نگهبانشان باشن. барои Гулдона Алиёрзода танҳоӣ мушкил нест? در تنهایی عادت کردیم. хуб, дар ҳама ҷо аз мардҳо шикоят мекунед. хиёнатӣ доред? بله. خیانت аз ки? از مرد هم از زن هم. من دوستای نزدیکم. من از بیگانه ها هرگز ننالم. که با من هرچی کرد آن آشنا کرد. کمی از زندگی شخصی خویش قصه نماید. در زندگی خیلی من زنی تنهایم. یک تا فرزند دارم. مادرم، فرزندم، ما در یک خانه 3 نفر زندگی میکنیم. تقدیر وقت نشان میده. من هم در آرزوها، در میدکیام چی آرزوها داشتم. بله. در گوش خیالم نبود که صنعتکار میشوم. بله. خیلی تو حاضر خود من صنعتکار حس نمیکنم، هوسکار حس میکنم. و من در گوش خیالم هم نبود که مقصد من در همه جده صنعت قدم میگذارم. بله. خوب هوسکار گفتید. سرودهای کدام سرایندگان رو بازخوانی میکنید؟ سرودهای همه سراینده ها رو میخوانم، دوستشان میدارم. هر یک سراینده برای خودش مخلص داره. بله. جای خود رو دارم. البته بهترین. خوب به فکرم که بار شکایت نکردند، بار اعتراض نکردند. برای سرود خواندن؟ بله. برای که سرودهای آنها رو شما بازخوانی میکنید یا اجازه میگیرید؟ نه، اجازه نگرفتم. در پیشان چند صنعتکارا را سراییدم. یگان کس شکایت نکرده است. خوب، یک سوال است. نمیدانم دیهم ندیهم. خوب، چرا یگان سرودهای شما تا کنون خیت نیست؟ امسال کم سرود خواندم. من بسیار عزادار بودم. بسیار مشکلیات پیش آمد. نه یک 2 سرود تیار کردم در کانال خودم گلدانه الیارزاده می‌دارین خب خانم گلدانه، شما در بالا قید کردید که 1-2 سرود دارم
که به نزدیکی پیشکش می نمایم، یعنی آماده نیستند تا حال. خب میتونید که از آن سرودها یک 4 مصرعش رو زمزمه کنید در این شام زیبا بهر کل مخلصانتان. بس است دیگر زود باوری، بس است دیگر خون جیگری، امروزی من دل میبری، فردا بینم با دیگری. بس است دیگر زود باوری، بس است دیگر خون جیگری، امروزی من دل میبری، فردا بینم با دیگری. بهترین خوب سرود به کی بخشیده شده است؟ سرود علاکه صاحب شیفتگی است. خب جای شنیده بودم که شما در گذشته واقعا زیاد عذاب کشیدید، درد کشیدید، رنج دیدید. خب می توانید که امروز نیست کمی از آن درد ها، از آن رنج ها بگویید، زیرا امروز شما شهرتیار گشتید و امیدواریم که آن گذشته خیش را فراموش نکرده اید. من او روزها را هیچ وقت فراموش نمی کنم. من بسیار عذاب ها کشیدم. به من مقصد پدرم اینوالید بود، پدر در حسابی نبود، اکا نبود، برادر نبود، من تنها بودم، عذاب کشیدم. من به غرض تنفروشی تمام کار دنیا را کردم، علف درآویدم، کرپیچ ریختم. مرا کمینتر مینازه تپک فروش، تپک فروشی نکردم و تپک کردم. میگن که نر بودن ای مرد بودن فرق دارن. بله. نر در حیوان هم هست ای نر. خب سوال دیگر است، میگویند که شما رو در یک محفل گویا که یک گروه مردان زده باشند، درست است؟ مرا یگون کس نزده تا حال 11 سال شده. خیلی کجله حافظی میکنم. خب خانم گلدانه کجله حافظی کردن این چی معنی داره؟ کجله چینی خودم حافظی میکنم. یگون کس مرا نزده. خانه تویدار میرم، توی بود میشه میگه یک تا برای شه بخون، یک تا برای پدری شه بخون، یک تا برای مادری شه بخون. ولی یگو اونجا در مرا اون کس نزده، نگفته که آواز ای قبیل زیبه تو بس کن، نگفته. یگو اونجا در خیلی گپ شدگی نیسته. البته ممکن آواز من بیزه باشه، ممکن ستارم گرمه یا خیلی گفتن نمیشه. البته این همه خب ماشین، خانه، این همه شکوه شهامت از روی توی گردی باشد. این هم ایریس قریزم ایری دوی پدرم است، پدر مادر من یک قدم اون دواشم میگیرم. این همش برکتی پدر مادرم است. خانم گلدانه میگفتید که امین یک نرخی که شما میروید یک بازم رو آرام میدهید، خب سرایندگی میکنید، محفل رو آباد میکنید، چقدر است؟ گفتم میتوانید؟ بله گفتم میتوانم. یا خیلی همیدوری شهر داد 4000 تومان میبرن، یا خیلی میگن که من کم بغلم بیا 1000 تومتی هم بیا بگذارم. میگم میرم. شما میروید؟ میرم. خیلی چکا کنم؟ میگه که ما بسیار شما را دوست میدارم، برنامه شما را بسیار تماشا میکنیم. تو زنه که خاکساری مقصد انسان میفهمیدگی خیلی نمیدونم، راست میگن دروغ میگن، میکنم میرم. ای مرا نغزم نبینن، من نغزشو میبینم. امورا هم جرأت کردن شبیه مرا اگر بدم بینه 1000 تومان توی برن کاری آفیزه یا کوی برن. نگفته ها هم ما گفته شی. خب برنامه نیز راز راه هست. ما در ان همین راه، در ان همین شامگاهی خب ان همون سوال ها رو از شما میپرسیم. برای مخلصا گفتنیم که چی با هم گپ میزنم آوازم بیزی بای سرود میخوانم میگه که ایچ داری آوازم میگه. خب شما میخواهید که سببش را در کامنتر نویسنده؟ این قمه نیستن که این مردک باشه یکی زنک باشه. میگم که این مردک هم و بسیار میگه شونه میکنی تو حضوره گفتی که مردک من زن میگم شونه میکنی. خب زنده باشید خانم گلدانه، بار دیگر خوش آمدید. ما
خب شاد هستیم که امروز شما در برنامه رازی رو اشتراک داشتید. تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. بس است دیگر زود باوری، بس است دیگر خون جیگری، امروزی من دل میبری، فردا بینم با دیگری. بس است دیگر زود باوری، بس است دیگر خون جیگری، امروزی من دل میبری، فردا بینم با دیگری. فردا میبینم با دیگره هم آدم. هر روز علیش میکنه، هر روز. خب ما مطمئنیم که دیگر سراغ کسی نمی رود. دیگه او رایم که سراغ نمیکنه. بعد شما نه او اکی دیگه گل حواسی باید چی دیگه پلیونی که دیگه خچه. فرجامی برنامه است. در فرجام چی گفتنی هستی؟ در فرجام برنامه گفتنی هم که دوستو همه کانالی مرا هم دستگیری کنین. گلدانه علیارزاده. التماس خواهش میکنم هر بسیار کنه لایک مونید. قلب ما ایشکاستانه یکون جوش نمونده. قلب ما تیکا تیکا کدین. کامنتاری های سوز بنویسین. مرا خوزه شوم. تشکر. خوب ما با شما در کارهای من بعدتان برای رو کامیابی های بی‌نظیر آرزو مندیم. خوش آمدید. تشکر زیاد. زنده باشین. با کانالی رستم پرو ابونه شوید. تشکر. خوب ما به هر نفری که این رو تماشا دارد، با کلی هموطنانمان، عموما در کدام گوشه و کنار دنیا نباشد، مهم سلامت باشد. خداوند همیشه به همراهتان باشد. خیر. салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. дар канали Hakim TV бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. ин бародари мо дар шаҳри фаронса. агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.